سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه ریاکشن به یه آهنگ هلو از ساسی مانکن و آرش و میخوایم ببینیم که این آهنگ چطوریه. این بار اولیه که میخوام ببینمش و میخوایم بهش ریاکت بریم ببینیم که چطوره. با من همراه باشید و با هم دیگه بریم گوشش کنیم. چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟ خواب بد میبینم دکتر. کابوس میبینم. چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟ خواب شما رو میبینم دکتر. در مورد همکاری این دو نفر باید بگم که همکاری زیاد عجیب و غریبی نیست و میشه گفتش که هر دوتاشون توی نسل خودشون تقریبا توی یه ژانر بودن و حالا آرش برای یه نسل دیگه ای بوده و آهنگاش توی اون نسل یه ذره هنجار شکن بوده. ساسی مانکنم برای یه نسل دیگه و آهنگم که هنوز شروع نشده. 3 دقیقه و 46 ثانیه است ولی هنوز شروع نشده. احتمالاً الان شروع میشه. ظاهراً سبک قدیمی هم داره یه جورایی. چی دوست دارم؟ ساسی آرش ماشالله به این بدن همه دافا رو زدن مهمونی روی هوا سارش ساسی اومدن ماشالله عجب فیسی با اون قد و بالای سکسی بابا عجب کیسی چقدر خوشگلی تو مرسی. خب همونطور که حدس میزدم سبک فیلم های ایران قدیمو داره و اینکه نکته جالبش هم اینه که آرش اومده توی فیلد ساسی مانکن و ساسی مانکن هم که کلا یه ریتم و یه بیت و دیگه بقیه هم فقط شعر عوض میشه. را میره داره به گا میره انقدر شل زده باد کرده میزنی زمین هوا میره این در و دافادت دریم و میگه من آدم اولیم بادو منو بغل کن منو بچگی بغلیم دوست دارم بگی تو رو سنی چوک سویارو شاخ تهران یکی ایرون سنی چوک سویارو بدون من ببین نری بیرون سنی چوک سویارو اینم سلامتی دو تایمون سنی چوک سویارو جدیدم خودمم تازه فهمیدم ندیدم مثل تو خوشگل عزیزم حالا یه این آقای آرش که میدونید در واقع چند وقت پیش فیلمش اومده بود بیرون، در واقع فیلم کنسرتش که داشت پلی بک اجرا میکرد و نکته جالبش اینجاست که ما همیشه از آرش فقط یک گام یک صدای خاص رو میبینیم، نه صدای بمش رو دیدیم نه صدای زیرش رو دیدیم و آنچنان خواننده تاپی هیچ وقت نبوده و حالا به واسطه همکاریایی که داشته در واقع ویو خورده یا دیده شده به خاطر بیشتر اون فیت هایی که داده و آهنگ هم کاملا مشخصه. شعر هیچ محتوایی نداره و حالا یه خورده چیز در واقع بصری داره که روی موزیک ویدیو اینا کار کردن و همین دیگه. در ادامه کار هم که فقط آهنگ 6 و 8 که شما توی مهمونیاتون بذارین و باهاش برقصین. ماچی یه موچی یه بوس چیزی بابا کوشی یه گوشه نشسته تو گوشی باشه موشی چی بینوشی آخ نمیتونم را برم دادا انگار حاملم دادا یه جو منو مست کردن که فاکتا کاملم دادا پاشو
نشاطدین شاه قاجار به همراه ساسی کبیر وارد می شوند. دوست دارم بگی تو رو seni çok seviyorum شاخ تهران یکی رو seni çok seviyorum بدون من ببین نری بیرون seni çok seviyorum اینم سلامتی دوتایمون seni çok seviyorum. خب اینجاش هم که کاملا مشخصه تم قهوه تلخی داره یه جورایی و یه جورایی جنبه طنز داره دیگه، نمیشه حرف خاصی زد. حالا این مدلی صلاح دونستن که باشه دیگه. شدم اولتون چخ ممنون میخوام بغلتون چخ ممنون روی بدن تو قفلم جون آخ دهنتون چخ ممنون به ما نکنه این شک و بابا بگو چشم عباس آقا بکش بیرون این حرفا بابا بگو چشم عباس آقا یه بوس بدین لبتون جون یکتون اون بدن لامصبتون جون یکتون داریم باز تهران رو میدیم به گاه جون منو نگاه یه جوری رژیم بام بده انگار ساواکی بودم زمان شاه. خب اینم فکر میکنم این مطمئن نیستم ولی فکر میکنم این حال هوای این سکانسی که الان اومد برای فیلم خارجی بود، اینسپشن بود فکر میکنم، حالا مطمئن نیستم. و اینکه این آخرم شعری که گفتش که گفت یه جوری رژیم با هم بده که ساواکی بودم، نه تنها رژیم یعنی نه تنها حکومت بلکه مردم هم زیاد باش رابطه خوبی ندارن و شاید به خاطر نوع موسیقی و نوع آهنگایی که داره. منم آنچنان رابطه خوبی یعنی گوش نمیدم، حالا رابطه خوب که به نظر منم یه خورده رو به ابتذال آهنگاش و فقط به درد مهمونی ها و اینا میخوره دیگه در کل. Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum. من برگشتم. خیلی خوب بود عالی که بود، بریم یه بار دیگه. فکر کنم داشت ادای دیوونه ها رو در می آورد، نمیدونم یه همچین حالتی بود. بله رادیو جوان هم پرودیوسر هست. رادیو جوان خیلی جاها من دیدم که بهش در واقع انتقاد شده که داره خواننده هایی رو به کشور معرفی میکنه و میاره توی مارکت که به هیچ عنوان صلاحیت توی مارکت بودن و صلاحیت اصلا خواننده بودن رو ندارن. ولی خب بالاخره این اتفاق داره میافته دیگه و امیدوارم که یک شرایطی برای کشور ما پیش بیاد که این اتفاقا کمتر بیفته و خواننده هایی که واقعا مستعدن حضور پیدا کنن. ما هم از ساسی مانکن هم از آرش اجراهایی رو دیدیم که بسیار افتضاح بودن و این اصلا خوب نیست و امیدوارم که روی خودشون کار کنن، حداقل توی کاری که انجام میدن، چون هیچ کاری غیر از این کار ندارن، یه خورده سختگیرانه تر رفتار کنن و کارهای بهتری رو بدن بیرون. البته که کلن فازشون اینطوریه دیگه و امیدوارم که از این ریاکشن خوشتون اومده باشه. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارین حتما برام بنویسید تا اجرا کنیمش و اگر آهنگ دیگه هم هست که دوست دارین بهش اجرا واکنش بدین، ریاکشن بدین، واکنش فارسی رو پاس بدین، میتونید به من بگید تا در موردش صحبت کنیم و با هم دیگه به نقطه نظرهای خوب برسیم. تا درودی دیگر بدرود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر خوشتون اومده منو لایک هم کنید.